هو الله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمدا. هو الله كمل أوصافه وسماه بين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: آیا شما را به آنچه که خداوند به وسیله آن گناهان را می بخشد و رفع درجات عنایت می فرماید راهنمایی نکنم؟ صحابه رضی الله عنهم عرض کردند که بله ای رسول خدا. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند: کامل نمودن وضو در سختی ها، یعنی در حالت سردی، گرمی، بیماری و غیره، راه رفتن زیاد به سوی مسجدها و بعد از هر نماز منتظر ماندن برای نماز بعدی. این است رباط حقیقی. معنای رباط نگهداری نفس بر طاعت است. روایت مسلم. برادران و خواهران عزیز، این فضل و کرم پروردگار است که برای بندگانش راه‌های بخشش و بلند شدن درجات را آسان کرده است. همه ما و شما می خواهیم که خداوند گناهان ما را ببخشد و مقام و مرتبه بلند را نصیب فرماید، ولی متاسفانه برای آن سعی و کوشش نداریم. این طریقه‌ای که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث بیان فرموده اند آسانترین راهی است که گناهان ما بخشیده می شوند و مقام و مرتبه ما در پیشگاه خداوند بلند می شود. پس این فرموده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را دستورالعمل و شعار زندگیتان بگردانید و به آن عمل نمایید. والسلام على من اتبع الهدى. فداك وآباؤنا وأبناؤنا يا رسول الهدى، نذرنا لأجلك أرواحنا، فما غيرك اليوم من مفتدى. هو الله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمدا. هو الله كمل